درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار ششم. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه در باره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می دهد. کتاب یکم، باب سیوم. بابا جان، این خوراک نصف روزی اگر دست به همه این ظرف‌ها دراز کرده از هر کدام این طعام‌های گوناگون چشیدن لازم آید، برایت ناراحتی زیاد می آرد. خب مگر این ضیافت به نظری تو از طعام پارس ها با حشمت تر نیست؟ اعتراض نمود استیک. نه بابا، من چنین فکر نمی کنم. ما بصیرشوی از غذا در مقایسه با شما با اصول خیلی ساده تر و کوتاه‌تر نائل می شویم. عادت کرده ایم که گرسنگی را با نان و گوشت می شکنیم، در حالی که شما نیز به سوی همان هدف ما تلاش می ورزید، ولی در این کارتان به انحرافات زیاد راه می دهید و به سمت‌های گوناگون سرسان و سرگردان شده با دشواری به آن جایی که ما کیها رسیده ایم می رسید. پسرم، گفت استیک، این طور سرسان و سرگردان شده ما بالکل تأسف نمی خوریم. اگر این طعام‌ها را بیچشی، علاوه نمود او، باوری حاصل می کردی که همه آنها خیلی با لذتند. اما بابا جان، می بینم که تو هم از این همه طعام‌ها نفرت داری. چرا چنین گمان می کنی؟ زیرا گفت کروش، من پیخست می کنم که اگر به دستت نان گیری با چیزی آن را پاک نمی کنی، اما هنگامی که به یگان خوراک دست می رسانی در حال دستت را با رومالچه پاک می کنی که گویا برایت در یک کف پره گرفتن آنها خیلی نافارم باشد. با آن استیک پاسخ داد، اگر اندیشت چنین باشد پسرم، پس از گوشت استعمال کن تا به خانه‌ات جوانی به قوت برگردی. همین طور حرف زده او فرمود که به نزد کروش بیشتر گوشتی پرنده ها و حیوانات خانگی گذارند. کروش چون دید که برای او گوشتی بسیار آوردند، خواهش کرد، بابا، آیا من می توانم این گوشت را که به من می دهی به اختیار خودم تقسیم کنم؟ البته، به نام زیوس قسم می خورم. کروش به تقسیم گوشت به درباریانی که به بابایش
خدمت می کردند آغاز نموده به هر کدامش می گفت: به تو گوشت را برای آن می دهم که به من با شوق و غیرت بی اندازه اسب سواری یاد می دهی. به تو باشد به آن خاطر که به من نیزه تحفه کردی و حالا صاحبی چنین سلاحم. به تو که در حق بابایم اینقدر غمخواری داری و به تو باشد برای احترامی مادرم. کوروش همین طور کار را تا دم ادامه داد که تقسیم تمامی گوشتی در اختیارش بوده را به دیگران به انجام رساند. چرا به سک به ساقی من که به او نسبت به دیگران توجهی بیشتر دارم چیزی نمیدهی؟ گفت استیک. سک جوانی زیبا بود و حق افتخاری داشت که کار افتادگان را برای به نزد استیک در آمدن قبول می نمود و این چنین به آنهایی که در وقتی مقرر نشده می آمدند جوابی رد می داد. آنگاه کوروش به زودی بدون دودیلگی مثل همه بچه ها دلیرانه و روی راست از استیک پرسید: چرا شما بابا او را از دیگران به این بالا می گذارید؟ استیک لبخندی نموده شوخی‌آمیز جواب داد: آیا نمی بینی که او وظیفه میریزیش را چقدر زیبا و شایسته به اجرا می رساند؟ ساقیان شاهان ماهرانه قطره را نچکانده شراب می ریزند. با 3 انگشت جام فعال را برداشته آن را با شیواترین اصول به شراب نوش پیشکش می کنند. کوروش به استیک پاسخ داده از او پرسید: بابا به سگ فرمان بدهید که جام را به من بدهد تا من هم ماهرانه برایت شراب بریزم و اگر موفق گردم التفاتی تو را به دست می آرم. استیک فرمان داد که جام را به او بدهند. کوروش جام را گرفته مثل سگ آن را ماهرانه شسته با نگاه جدی و فضیلت کامل فعال را به بابایش دراز کرد که از این حال مادرش و استیک خندیدند. خود کوروش نیز خندیده به بالای زانوی بابایش برآمد و او را بوسیده گفت: او سگ، تو مردی. من وظیفه تو را می گیرم. آخر بر علاوه آن که من وظیفه شراب ریزی را در مقایسه با تو ماهرانه تر اجرا می کنم، خودم هم از کاسه می نمی نوشم. چنان که معلوم است ساقیان شاهان هنگامی که فعال را دراز می کنند از داخل آن با کیف می را برداشته به دست چپشان می ریزند و می نوشند. این کار را برای آن اجرا می کنند که اگر با شراب زهر آمیخته شده باشد تأثیر آن را اول در بدن خودشان می سنجند. استیک تبسم کنان پرسید: چرا ای کوروش در همه چیز به سگ تقلید کرده از کاسه می ننوشیدی؟ زیرا پاسخ داد کوروش: به نام زیوس قسم می خورم هراس داشتم که مبادا در کراتیر شراب زهر نانداخته باشند. آخر زمانی که به دوستانت ضیافت داده زادروز را قید می کردی من دقیقاً پی بردم که او به جامی همه اتان زهر انداخته بود. تو پسرم چطور آن را پی بردی؟ قسم به نام زیوس من آن را از روی حالت خیلی غمگین که هم جسم و هم نفس شمایان را فرا گرفته بود پی بردم. قبل از همه شمایان هر چیزی را که برای ما بچه ها منع می کردید انجام می دادید. همدیگر را گوش نکرده یک جای داد می زدید، خیلی خنده آور سرود می خواندید. به خوانش سراینده توجه نکرده باوری داشتید که غیر مقرری خوب می سراید. هر کدام شما از قوتان فخر می کردید، اما وقتی می خواستید که به دوری رقص درآیید نه تنها در زیر صدای موسیقی، نرقصیدید، بلکه حتی از جایتان خیسته رقص می کردید. 1 از جایتان خیسته
نمی توانستی و تو کاملا فراموش کردی که شاه هستی و دیگران آن را از یاد برآوردند که بر ایشان حکم فرمایی. همان لحظه من باری اول فهمیدم که این آزادی وجدان است و چیزی که شما در آن هنگام مشغول بودید، زیرا که شما بی ایست خاموش نشده گپ می زدید. آنگاه استیک پرسید: آیا پدرت مست نمی شود؟ نه، قسم به نام زیوس. پس در چنین حالتها با او چی رخ می دهد؟ او تنها تشنگیش را می شکند و به سر او یگان کاری بد نمی آید. و گمان من بابا این از آن سبب است که در نزد او سگ به صفت ساقی خدمت نمی رساند. این سخن را شنیده ماندانا به کروش گفت: چرا به سگ چنین حمله می کنی پسرم؟ کروش جواب داد: زیرا که من از او نفرت دارم. بارها وقتی که من می خواستم به نزد بابایم گذرم، این مردی زشت سد راهم می گشت. خواهش می کنم بابا اجازت دهید اقلاً 3 روز حاکمش شوم. چطور بر او حکمرانی می کنی؟ پرسید استیک. من مثل او در نزد درآمدگاه می ایستم و وقتی او می خواهد به وقت صبحانه حاضر شود به او می گویم که در صبحانه حضور داشتن او ممکن نیست، زیرا شاه با کارهای مهم و گفت و شنیدها بند است. و چون به وقت خوراک نصف روزی آید می گویم که شاه به شست و شو مشغول است. اگر بسیار اصرار کند که به این ضیافت بیاید، جواب می دهم که شاه در شعبه زنانه قصر قرار دارد و من نیز او را چنان عذاب خواهم داد که او مرا عذاب می داد و نمی گذارم که تو را ببیند. همین طور کروش بابای و مادرش را در سر دسترخوان نصف روزی خوشحال می کرد. در دوام تمام روز اگر معلوم شود که به بابایش یا عمکش چیزی لازم است، پیش از کروش به اجرا رسانیدن آن کاری دشوار بود. او کوشش به خرج می داد که به آنها در هر کاری که از دستش می آمد خدمت رساند. وقتی که ماندانا می خواست به خانه به نزد شوهرش رود، استیک از او خواهش کرد که کروش را در ماد ماند. او پاسخ داد که می خواهد در همه کارها پدرش از او راضی باشد، ولی به هر حال به نظرش چنین می رسد که پسر بچه را برخلاف خواهش او گذاشتن دشوار است. پس استیک با سخنان زیرین به کروش رو آورد. پسرم، اگر تو همراه من بیمانی، من پیش از همه وعده می دهم که سگ دیگر به تو حکمرانی نمی کند و دست نارسی زیارتم را برایت قطع می کند. تو هر وقتی که خواهی نزد من آمده می توانی. آن در اختیاری تو خواهد بود. من باشم تنها از تو منتدار خواهم بود که اگر مرا زود زود خبر گیری. همه اسب‌های من، عموماً اسب‌های دیگر هم که برایت خوش آیند، در اختیار تو خواهند بود. هر گاهی که به خانه رفتن خواهی، اسب‌های دلخواهت را با خود برده می توانی. با معیاری مقرری خود، طوری که به طبع دلت خوش آید، خوراک نصف روزی می خوری. همه حیواناتی را که در باغ من وجود دارند و این چنین انواع دیگر و خیلی گوناگون آنها را جمع آورده برایت هدیه می کنم. زمانی که سوارگردی را یاد می گیری، به شکاری آنها می برایی، نیزه را هوا داده از کمان تیر می اندازی و مثل کلان سالان این حیوانات را شکار می کنی. فرمان می دهم که پسر بچه های را جمع آورند که در بازی ها همراهت باشند. عموماً در همه امور دیگر که طلب داشته باشی، پاسخی رد نخواهی گرفت.
پس از آن که استیگ این همه را بیان نمود، مادر از کوروش پرسید که آیا او می‌خواهد همراه بابایش بماند و یا با او می‌رود؟ او به دودیلگی و بزودی گفت که در آنجا ماندن می‌خواهد. و سواری مادرش درباره تصمیم او کوروش پاسخ داد: مادر، می‌خواهم اینجا بمانم، زیرا در خانه خود در نیزه پرتایی و تیراندازی از کمان نسبت به همه همسالانم ماهرترم. آن را همه مشاهده می کنند. اما از سوی دیگر باوری دارم که در اینجا من در اسب سواری از همسالانم سسترم. بدان مادر جانم، این برایم خیلی علم آور است. اگر مرا در مادمانی سواره ماهر خواهم شد. آنگاه در فارس در خانه‌ام من می توانم به آسانی چنان که به نظرم می رسد جنگاورانی پیاده‌گرد آن را مغلوب سازم. اما چون به ماد بیایم، در اینجا هم در بین سواران ماهر از بهترین ها شده در صف اسب سواران شریکان بابایم حاضر باشم. آنگاه مادرش پرسید: اما پسرم، در حالی که استادانت در فارس قرار دارند، تو علم عدالت را چگونه می آموزی؟ این علم را مادر جانم خیلی خوب آموختم. چرا چنین اندیشه داری؟ از بس که علم عدالت را خوب آموخته بودم، استادم مرا بر دیگران داور تعیین کرد. جواب داد کوروش: تنها برای یک پرونده‌ای که در آن نادرست حکم برآوردم با چوب ضربه ها خورده بودم. ماهیت این پرونده چنین بود: پسر بچه قامت بلندی که در تن قبا خیطانی کوتاه داشت، از تن پسر بچه خردککی که کرته دراز پوشیده بود لباسش را کشیده قبای خودش را به او پوشاند و قبای آن پسر بچه را خودش پوشید. هنگامی بررسی این پرونده من حکم برآوردم که طبق آن هر کس باید قبایی را پوشد که به او موافق باشد و این حکم را عادلانه شماریدم. برای این استادم مرا شباتی زده گفت که اگر من درباره آن حکم می برآوردم که قبا برای کدام آنها موافق تر است، حق می داشتم که پرونده را چنین حل و فصل نمایم. اما از بس که من باید معین می کردم که به کی کدام قبا تعلق دارد، باید عدالتی استفاده بری آن را به نظر می گرفتم. آیا آن نتیجه فعالیت های زوراوری است یا آن خریده شده است و یا استحصال خانگی می باشد؟ از بس که هر چیزی که موافق قانون است عدالت بوده، زوراوری خلاف قانون می باشد، استاد از داور طلب کرد که حکم خود را همیشه طبق قانون صادر نماید. همین طور مادر جان، من علم عدالت را با تمام نازکی هایش درک کردم و اگر در یگان کار دشواری کشم، بابایم به من تعلیم خواهد داد. شما گفتار ششم را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.